میگم شما 35 نفر در نیژنی نوگورودین؟ در کنسای نیژنی نوگورود между چوبکسر نیژنی نوگورود. آها. میتونی اگه پروداکت اون بیاره به اینجا خطیبی. ما خطی گروپ همون ولی مطلب میکنیم و دیگه که نشون رو یاردم میکنیم. برادر دهم آدم میگه پورا برادر شما می دهم آدم میگه پورا زدست اگه چینه باور میکنه باید دیگه همون 12 تخم داریم باور میکنیم برادر. و زنامو قسم بخیم بعد باور مومنی الا برادر. نه ما برکور نیست قسم خوردن ما الحمدلله اونجا قریب اگر دروغ نشوه اگه 6000 اویله را قریب یاردم کردیم یادتی. اما گروپ پومش میگرانت هم شما را که ویدیو کار ما وشف نمیدونم لیکن ما الحمدلله یاردم کردیم یاردم شما مردم در اسمان برادریا مداگر هم نه بانو می الله خوردنی نداره نه بچو بانو می الله ما زور اومدیم بچو اون روز رفته یا ولاسه دیدن اول بانو می الله ترما مینا فهمیدی برادر یک مداگر هم نه بخدو بانو می الله تو دهم 12 آدمی که فال مینا من اکنه بدونم تو فال مینا منی برادر یگان دستگیری نیست یک بخدو ما را زور اومدیم میفهمی برادر. اکا جون همین شما در تلفنتون واتساپ های وایبر در همین نمبر دارین؟ تلفن پراستوی برادر تلفن پراستوی تلفن های 10,000 میفروختیم باور نمیست. یا باشه صبر که ما شما یاردم میکنیم شما که گریه نکنین اکا برادر ما را زور ما پگهید نمیستیم یگان چی خورده برادر من مرده که هم مردینه را تا زور نیا یگان کار نمیکنم فهمیدم موقع کانچ نیستم که من اکا ما فهمیدم تاجیکای ما فان میلن 3 میلیون هم نو دادن یگان گزه 1000 تومان داده ما را چی نکرد فهمیدی برادر جان شما آدرستون خطیب ما در پره روی کده میتونین در SMS های نمیدونم ولی در کار شما شد میگذارم اگر پول نداشته باشی یواز یگان SMS یا یگان واتساپ دارد یا چی میکنیم روید میکنیم برادر جان عزیز امی اگر شما را 300 کس فریب کرده باشه امی 300 یکم آدمش ما باشم ما یاردمتون میکنیم انشالله اکا بانو میالو دینا بچه‌هاش رفتن نزدیکم ولاسه دوانیا که ما را خپکو میای پشتی آدم هم ما را برام محکم نفهمیدی برادر. بله میفهمم که 100% شما میفهمم اکا جان نموندن زور شما که امی کارا که استم پگای شیریا طواق کردم با 35 کسا چی میرسه ایزا میکشی سر دسترخوان برای سبحان الله. اکا جان نامتون کیه اکا جان؟ دروگو گوشتم برادر دروگو زنم سه پلو قسم نه قسم بچه رمضان دار من باور که نکده سواشم تلفن رو میکشیم اکا برادر اکا لابا از 35 نفر خطیب یک کس واتساپ داره بنامی الله تلفن را فروختنه برادر حال ما داره سگی قدی کوچه نداره همش تاریک پسی تلفناش بیچاره فروختن پنک استانکی در جنگل نگو که استان خونه گشنه گشنه فهمیدی اخلان اکا جون امی ما حوزی پروس راه در رفته استم امی SMS قطی داد این تلفن خود در همین نامرد حالی ما بالانس میپرتم سوم میگذارونم تا در همین نامرد ما در SMS قطی روی کن آدرستون کجا داره شما را پروداکت میورن اکا حالش جواب نیست برادر روز ما یک تلفن برادر کوبلیم شاه سیم کارت را میزنیم واتساپ هم زنگ میزنیم مایلا کجون یک امی یک کس قطعه واتساپ دورش قطعه آدرس بنویسین آدرستون کجای بنویسین تمام کجون حالش جواب نیست تاجیکا عذاب کشیده استن در کوچه مانده و باز مرده استن فرودگاهی مسکو و دوشنبه برویم تاجیک بچه مرده شب برده استن آچم زنگ زده الان بچه جان سازی بچه ممو جان نکنی دختر بازی یک گرده اینان بیا و مستم رازیه آچه قدر میکنم خانه میرویم موزی
بچه کجایی بچه ای را دور تبینی خیزی بیایی ای بچه ای زور تبینی ای بچه ای را دوری تو شیده دیگره آی بچه ای